این جویبار است که از کنار آن جسد آسیایی 5 ساله رو پیدا کردند. جسد رو نه از داخل این جویبار بلکه از کنار آن شاهدان دیدند و ساکنان این موضع هم معتقدند که این جویباری که از آن آب میگذرد و حالا من در اندرونش هستم هیچ امکانی یک جسد را بردن ندارد. فقط در بهاران آب این اندک بیشتر می شود، آن حالت هم امکان ندارد، زیرا در بالا شاخه‌هایی هستند که هر جسدی که آید آنجا محکم می شود. از این رو از صحبتی که ما با شاهدان آوردیم معتقدند که جسد را افرادی نامعلوم آورده محض در اینجا گذاشتند. روز 13 ما خواستم جگاری چینی برم، جگاری در آب رفتم. این همه جا آمدم در همه اونجا یک بوی بد در همه دماغم زد. این همه جا آمدم و همه جا جسد کودک دیدم. همه خیلی بوی بد بسیار آمد در نظرم. کودک سرش ایوس بود، پوچه ایس بود، رنگ اشکمه گاو بود. آمدم و همه خیلی نگاه کردم، دیدم به حضور شد، رفتم تا اونجا رفتم، بردم داست خطی داست کلا تا اوچام دادم، گشتم آمدم رفتم و خونه رفتم. ساعت 8 ساعت 8 بود. رفتم خانه رفتم اوس هاشتین اتام نه کار اسمین آمدگی بود. اتام رفتم رفتین در اونجا یک مسلق بو کرده است. اتام آمده در همین جا اتام اینجا دید کودک خواست که نه اتام هم نشناخت اول. رفت اتام بیل گرفت آمد بوش بسیار بیزه بود. اتام رفت بیل آورد میکنم گور میکنم گفت یگان سگا یگان مسلقه پوچش کتی همین خیکات که ترسیکچی کودک دید در تنش. ترسیکچی دیده همین خیلی ماند دوید اوچام خونه ده بود و سر اوچام رفت که خیبیو که در اونجا گفت وای نیست او چیزی که دیده بو میکنه گفت او وای نیست گفت مسلق نیست گفت کودک گفت چه کنیم. اوچام گفت که من نمیدونم. اوتام خیز ما هم در دورون جگوری بودیم خیز بروی گفته خیلی برو اومد اوتام ملیسا فیروت کرده ما برو اومدیم این همه خواهی شد ما برو اومدیم رفتیم ساعت 9 اونجا ملیسا رو فیروت کرده بودن اومدن کودک برواردن جنایت نیست که ما نبرواردیم. من اومدم اقلان ها اینجا میشد های میشد میفتن کودک این همینجا خوب بود. بعد خالش فیروت کردن خالش گفتن که بیاد کودک بین گفتم بشناسی که خالش نه اومد پیش. خالش گفت که من میترسم نه اومد. بعد ترسیکچی کودک نشون اومدن قایچ خط بریدن بردن کودک نشون ترسیک نشون دادن گفت که هم خیلی ترسیک داشت و خالش نزدیک نه اومد. بعد مادرش اومد بعد 1.5 ساعت مادرش آمده همونجا شیشتگی ترسیک چرا نشون دادن که گفت که من ای کودک من ترسیکش میشناسم دوگانم ای ترسی آورده. بعد گرفتن ای ترسیکش شناخت و چش ای ترسیکش شناخت همونجا هوشش رفت. اومد گنرالی گفت که همجا آورده پاشتگان داری تو زور داد. این دیگریش اومد گفت که نه اینجا پاشتگی نیستن. با کام خاطر که اینجا گفت پاکت نیست. گفت کی نمیبرن پاگر جا حس میکنه اینجا اینا درختو رو بلیده آجا ایشا شما دیل پاکون ما دست هم میکنه جنیاتا روزان اولدگی گفت ما ایدی همین زبانی پاکون شده همون ایداد که اون گنرال گفت نول کرد این نطقی های تکیر گنرال دایدش تفا واردگی نیستم او واردگیش نیست؟ نه اینا گفت 100% وارده پاکتگی این گفت کارو چم دکنم اوی بوده میگه بو کدگی اونجا تراکتوریا این من یک کار میگه وارده اینجا پاکته